سلام، خیلی خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم با یک ویدیو آموزشی دیگه و موضوع این ویدیو در رابطه با یک موضوع ذهنی هستش که اکثر بازیکن‌ها باش درگیر هستن. پس در ادامه این ویدیو با ما باشید. خب بچه‌ها، ما وقتی که در شرایط بازی قرار گرفتیم بارها شده موقعیت‌های ساده و آسون رو به راحتی از دست میدیم و اینجا میتونه دلایل بسیار زیادی ما داشته باشیم برای پات نکردن اون موقعیت یا توپمون. و من در این ویدیو قراره بپردازم به دو تا موضوع خیلی مهم که برمیگرده به ذهن شما که باید قبل از ضربه شما بهش فکر نکنیم. و اولین موضوعی که میخوام در رابطه با اون صحبت کنم بچه‌ها، پات راحت هستش. وقتی که ما یک پات راحت رو داریم و اولین باور اشتباه و اولین فکر اشتباهی که به سراغ یک بازیکن میاد اینه که پس من اینجا یک پات راحت رو دارم و کافیه من یک ورود به ضربه داشته باشم و ضربه‌مو بزنم و اینجا دیگه هیچ فکری روی این ضربه اعمال نمیشه. اینکه شما بخواید نقطه افکتتون رو چک بکنید، خط لاینتون رو چک کنید یا اینکه مراحل قبل ضربه رو رعایت بکنید. دوستان، این که میگم پات راحت به خاطر اینه که شما باید در تمام ضربات خودتون به یک ثبات ذهنی برسین که وقتی که شما حتی اگر یک پات راحت رو داشتین، شما حتی یک پات راحت رو داشته باشین، تمام مراحل ضربه رو رعایت بکنین. از ورود به ضربه، اینکه نقطه برخورد، خط لاین، یعنی چک کردن اینا خیلی مهم هستش. یعنی اینکه وقتی که شما یک ضربه راه دور رو می‌خواید بزنین کنترل شده، به هر حال نسبت به اون حساسیت اون ضربه شما خیلی جهات میایین دقت میکنین، بحث تایمینگتون بیشتر میشه، بحث کیو اکشناتون زیادتر میشه و حتی بحث نفس کشیدنتون. و این رعایت کردن این نکاتی که بهتون گفتم باید در تمام ضربات خودتون باشه. پس شما نیاز دارین به یک ثبات ذهنی برسین و از لحاظ ذهنی اینقدر خودتون رو قوی بکنین که وقتی که در این شرایط قرار گرفتین تمام مراحل رو رعایت بکنین. چه مراحل ورود به ضربه، چه موقعی که ورود به ضربه میکنین، نقطه افکتی که قراره بزنین، یا اینکه حتی موقعیتی که قراره کیوبال در اونجا قرار بگیره. پس اینجا میتونه یکی از ایرادهای اصلی شما بچه‌ها باشه که ساده شمردن موقعیتاتون. وقتی که شما یک پات راحت دارین روش هیچ فکری نمی کنین. و دومین موضوعی که میخوام در رابطه با آن صحبت بکنم ترس از نیفتادنه که موضوع اصلی این ویدیو من همین هستش. ترس از پات نکردن اون توپ باعث میشه که ما موقعیتمون رو به راحتی از دست بدیم. پس در ادامه این ویدیو ما باشید. خب بچه، دومین موضوعی که میخوام در رابطه با اون صحبت بکنم و یک موضوع ذهنی هست و اکثر بازیکن‌ها باش خیلی درگیر هستن، قبل از ضربه به پات نشدن توپاشون فکر میکنن و این کار کاملا اشتباه هستش. ترس از این که توپشون پات نشه باعث میشه که بارها و بارها یک موقعیت‌های ساده رو خراب بکنن. و من قبل از اینکه در رابطه با ترس صحبت بکنم خواستم یک توضیح خیلی کوتاه بدم. بچه‌ها، یک بازیکن قبل از ضربه به چه چیزی نیاز داره؟ قبل از ضربه به یک آرامش و یک ثبات ذهنی و یک اعتماد به نفس بالا نیاز داره. و وقتی هم که میخواد ورود به ضربه بکنه، اگه ترس از پات نشدن توپش یا ترس از اینکه آیا نقطه افکت و خط لاینم درست هستش فکر کنه قبل از ضربه، قطعاً به راحتی میتونه توپای ساده رو خراب بکنه. و همچون که بهتون گفتم، یک بازیکن قبل از ضربه به یک باور و یک ثبات ذهنی نیاز داره که من میتونم این توپو پات بکنم. و موقعی که اگه بخوام روی ضربه بهتون توضیح بدم، یه بازیکن اگر قبل از ضربه فکر کنه به پات نشدن توپاشون، قطعا یه اتفاق میفته. من موقعی که ورود میکنم، من اینجا دارم فکر میکنم آیا توپم پات میشه یا نمیشه، آیا توپم پات میشه، و در نهایت یک ضربه رو میزنم که خیلی ضربه خیلی آروم و بد میزنم و در نهایت توپم خراب میشه. بچه‌ها، خب شما باید چیکار بکنین؟ شما وقتی که در شرایط ضربه قرار گرفتین، شما نیاز دارین خیلی چیزا رو از خودتون دور بکنین. یعنی پس شما نیاز دارین، مگه بخوام دوباره رو همین ضربه توضیح بدم، شما نیاز دارین وقتی که ورود کردین به ضربه، تمام اون ترس،
ترس از نیفتادن رو از ذهنتون خارج بکنین، چون یک بازیکن، دوباره میگم، یک بازیکن نیاز داره موقعی که دیگه ورود کرد به ضربه، اینجا دیگه نباید به چیزی فکر کنه، یعنی ترس از پات نشدن یا نقطه برخورد یا خط لاین، اینجا دیگه فقط تنها و تنها به پات کردن فکر میکنه. و اگه موقعی که دیگه ورود کردیم به ضربه و میخواین ضربه رو بزنید، اگه فکری توی ذهنتون هست باید خارج بکنید. و برمیگردیم به موضوع اصلی خودمون. بچه‌ها، ترس از نیفتادن چجوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب بچه‌ها، وقتی که شما ورود کردین به ضربه، از اینکه میترسین الان این توپتون پات نشه، به نظر من شما بلند بشین روی ضربه. شما میتونین یه توقف 30 ثانیه‌ای یا 40 ثانیه‌ای داشته باشین، میتونین گچ بزنین و یک مقدار اطراف میز قدم بزنین و دوباره برگردین به حالت ضربه. و موقعی هم که برگشتین، تنها کاری که میتونین بکنین اینه که به خودتون بگین من این ترس رو از خودتون دور کنین، من میتونم اینو پات بکنم و با اعتماد به نفس بالا بریم برای ضربه، حتی اگه توپتون پات نشه. یعنی چی؟ من میخوام این موضوع بهتون بگم، شما حتی اگه توپتون پات نشه نباید از روی ترس باشه، بذار توپتون پات نشه، از روی اعتماد به نفس بالا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من اینجا با اعتماد به نفس بالا به خودم میگم که من میتونم این توپ رو پات بکنم و این ترس رو از خودم دور میکنم و با اعتماد به نفس بالا ورود به ضربه میکنم و میرم برای پات کردن. و اگر توپ هم پات نشد، پوان مثبت این موضوع ذهنی اینه که شما حتی اگه توپتون هم پات نشده، اما شما قبلش به یه چیز مثبت فکر کردین، نه به یه چیز منفی. و این موضوعات، فکر کردن به موضوعات مثبت قبل از ضربه، باعث میشه که در طول زمان و در طول مدت‌های طولانی شما به اون ثبات ذهنی کم کم میرسیم. پس من اینجا بخوام، اگر من اینجا ترس دارم از اینکه توپم پات نشه، من اینجا هنوز مطمئن نیستم و علاوه ذهنی یک مقدار آشفته هستم که توپم پات میشه یا نمیشه، و من اینجا بلند میشم، یک مقدار خارج میشم از حالت ضربه، کاملا میتونم بچرخم، موقعیتم رو دوباره چک بکنم، تصویرسازی ذهنی رو داشته باشم و دوباره برگردم به حالت ضربه. و وقتی هم که برگشتم، من اینجا به خودم میگم که من میتونم اینو پات بکنم و چیزی مهمی نیست، یعنی دارم به خودم روحیه میدم و انرژی میدم و اقدام میکنم برای ضربه. وقتی که دیگه به چیزای مثبت فکر کردیم، میری برای ضربه، حتی اگه توپتون پات نشه، شما باز قبلش به چیز مثبت فکر کردین و اون ترس رو از خودتون دور کردین. پس شما تنها کاری که میتونین بکنین قبل ضربه به خودتون بگین که شما میتونین این ضربه رو بزنین. خب بچه، من یه پوزیشن دیگه گذاشتم، قراره توپ آبیمو پاس بکنم و موقعیت توپ‌های قرمز رو بذارم و همونجوری که دارین میبینین در این پوزیشن حساسیت ضربه خیلی بالا هست، چون قراره من یک توپ سخت رو پات بکنم و بعدش بتونم کیوبالم رو کنترل کنم برای موقعیت‌های توپ‌های قرمز. و در این پوزیشن و این موقعیت یک مقدار ترس میاد سراغ من از اینکه توپ من پات نشه. و همینجوری که نسبت به توضیحاتی که بهتون دادم، بچه‌ها شما سعی کنین اگه ترس اومد سراغ شما، ترس از پات نشدن، میتونین روی ضربه بلند بشین، با یک مقدار قدم زدن و گچ زدن دوباره با آرامش بیشتر برگردین به حالت ضربه. و وقتی هم که برگشتین، شاید اینجا باز ترس داشته باشین، اما سعی کنین به چیزای مثبت فکر کنین، اینکه تلاش کنین که اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرین، اینکه من میتونم این ضربه رو پات بکنم و چیزی نیست و من میتونم این ضربه رو به راحتی پات بکنم و موقعیت برای خودم بذارم. پس این کار رو انجام بدین. بچه همینجوری که بهتون گفتم، خب شما باید این باور اشتباه رو قبل از ضربه که دارین بهش فکر میکنین و اون ترسی که قبل از ضربه دارین از ذهنتون خارج بکنین. و اگر شما ترس از پات نشدن توپاتون
ورود بکنیم به ضربه قطعا ساده ترین توپ ها هم از دست میدین. خب دوستان به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم استفاده کافی ببرین از نکتهایی که بهتون گفتم. با امید دیدار.